اردشیر دوم سال 404 قبل میلاد بعد از مرگ پدر به تخت نشست. اون باهوش بود و اونجور که نوشته شده انسانی با حافظه فوق‌العاده خوب بود. سلطنت اون حدود نیم قرن طول کشید و یکی از طولانی ترین سلطنت‌های تاریخ ایران و رکورددار طولانی ترین سلطنت دوره هخامنشیه که البته با چالش‌های داخلی و خارجی زیادی هم همراه بود. به چالش 30 روزه ریشه ها خوش اومدیم. ما تو این چالش قصد داریم 30 روز 30 جنبه مختلف از گذشته خودمون رو یاد بگیریم. بعد استقبال شما عزیزا از پلیلیست سرزمین جاوید، این کاوش پای ریزی شد و تو این راه قراره به شناخت بهتر تاریخ ایران برای دوستداران این سرزمین بپردازیم. تا اینجا 1/3 چالش گذشته. ما رو ساب کنید و تو ادامه این راه همراهمون باشید. اولین چالش بزرگ که اردشیر باهاش روبرو شد شورش برادر کوچیکترش کوروش جوان بود. کوروش که ساتراپ لیدیا بود قصد داشت اردشیر رو کنار بزنه و خودش رو به تخت برسونه. اون حمایت حدود 14,000 مزدور یونانی رو داشت و برای اولین بار بود که این تعداد خارجی تحت فرمانه پارسی وارد امپراتوری میشد. کوروش هدفش رو مخفی نگه داشت. اون میدونست که تمام دنیا از ارتش جاوید ترس دارن و با روبازی کردن همراهاش از درگیری با شاه امتناع میکنن. اونها به سوریه رسیدن و اونجا بود که پرده برداشته شد و کوروش اعلام کرد که این یک کودتاست و سرعتش رو بیشتر کرد تا اردشیر نتونه سپاه برای خودش جمع کنه. این موضوع منجر به جنگ کناکسا تو سال 401 قبل میلاد شد. درگیری که تو ساحل فرات جریان داشت و با مرگ کوروش کوچیک تموم شد. این ماجرا داستان‌های زیادی برای امپراتوری درست کرد. به خاطر این درگیری مصر به طور کامل از ایران جدا شد و درگیری‌هایی بین ایران و شهرهای یونانی شکل گرفت که 20 سال طول کشید و آخر با خرد اردشیر توافقنامه صلحی بسته شد و سال 386 قبل میلاد مذاکره شکل گرفت. صلح برتری ایران رو تو منطقه تثبیت کرد و مهارت‌های دیپلماتیک شاه ایران رو به تصویر کشید. با وجود موفقیت‌های اردشیر، اون شورش‌های زیادی رو تو امپراتوری تجربه کرد. ساتراپ‌هاش ازش نمی‌ترسیدن و اونو به چالش می‌کشیدن و دنبال خود مختاری بودن. شاه که مدیر خوبی بود، تعامل ظریفی بین قدرت داخل امپراتوری حفظ کرد. یکی از جنبه‌های قابل توجه سلطنت اردشیر، تأکید اون به حمایت از ادیان و فرهنگ‌های مختلف بود. اون از سنت‌های مختلف حمایت می‌کرد و به بازسازی و مرمت چندین معبد و مکان مقدس کمک کرد و همین موجب یک پارچگی و تنوع چشمگیر مذهبی داخل ایران شد. تاریخ نگارها ثبت کردند که اون توانایی و مقاومت خاصی تو سازگاری با شرایط متغیر ایران طی نیم قرن داشت. وقتی به سلطنت اردشیر دوم نگاه میکنیم، شاهی کامل رو میبینیم که با ترکیب قدرت نظامی، دیپلماسی و حمایت فرهنگی به خوبی از پس همه چیز بر اومد و امپراتوری رو برای مدت طولانی آروم نگه داشت. اون سال 358 قبل میلاد درگذشت و تو کوه رحمت به عنوان اولین شاه دفن شد. بعد اردشیر دوم نوبت پسرش وهوک شد و اون با نام سلطنتی اردشیر سوم به تخت نشست. حکومت اون با پیروزی‌های نظامی چشمگیر، اصلاحات جسورانه اداری و دستورات معماری همراه بود که امپراتوری را به فتح قله‌های جدید حرکت داد. وهوک پسر سوم اردشیر بود. پسر بزرگ اون داریوش علیه پدر توطئه کرد و به جرم خیانت اعدام شد. بعد اون آریاسپ ولیعهد شد و خودکشی کرد و بعد از اون آرشام شد، ولی اونم به دست درباریا کشته شد و وهوک تنها وارث برحق تاج و تخت شد.
به خاطر این اتفاقات اردشیر با قلمروی پر از ناآرومی طرف شد و میدونست باید سریع و قاطع عمل کنه. اولین دستاوردش سرکوب شورشی‌های امپراتوری بود که ثبات داخل امپراتوری رو تضمین کرد. اون مثل پدرش مهربونانه برخورد نکرد و با صرف انرژی و منابع ساتراپ‌های شورشی رو چنان مجازاتی کرد که باعث شد هیچ منطقه دیگه‌ای جرأت نکنه اقتدارش رو به چالش بکشه. وقتی سرزمین‌های داخل آروم شد، سراغ مصری رفت که جدا شده بود و با ایجاد کمپینی موفق شد مصر رو هم به ایران برگردونه. این پیروزی امپراتوری رو تقویت کرد و به همسایه‌ها نشون داد که قدرت همچنان دست پارس هاست. اردشیر سوم یه سری قوانین اداری رو تغییر داد و با اصلاحات اجرایی به تقویت ساختار اداری امپراتوری پرداخت و باعث سرعت بیشتر کارها و بهبود تاب‌آوری امپراتوری شد. از دستاوردهای نظامی و اداری که بگذریم، اون حامی هنر و معماری بود. برای مثال آقادانای بزرگ تو زمان همین شاه ساخته شد و دوران سلطنتش با از سرگیری ساخت و ساز تو تخت جمشید همراه بود. اردشیر با ازدواج‌های سیاسی و استراتژیک موفق شد یونانی‌ها رو دور نگه داره و تعامل ظریفی از قدرت رو بین ایران و یونان تو دوران حکومتش حفظ کنه. اون تلاش کرد علاوه به برگردوندن و شکوه قبل، ثبات و رفاه نسبی رو هم برای ملتش به ارمغان بیاره و زمان حکومتش رو به عنوان زمان احیای ایران تو تاریخ ثبت کنه. اردشیر سوم تو سال 338 قبل میلاد درگذشت. مرگ اون پایان دوره‌ای مهم تو دل دنیای باستان بود، پایانی که شروع افول ایران شد.